و شریکان شرکت اتمی. عبدالحی مردیانه هستم. اویله‌دار، صاحب 4 فرزند. معلوماتم عالی. عین حال در رخصتی حامله‌داری قرار دارم و با تربیت فرزندان مشغول هستم. من با اتمی ماه نوامبر سال 2023 تصادفاً در شبکه فیسبوک با خواندن یک اعلان دعوت کار برخوردار شدم. بعداً از رفت کار کمی معلومات گرفتم و نهایت رازیگی خود را برای در شرکت اعضا شدن دادم. گرچند که در اول در گروه ها فعال نبودم، اما پیوسته آموزش ها را گوش می کردم. تشکر زیاد به наставникон و سپانسرهای ما که پیوسته در گروه ها آموزش می گذراندند و می گذرانند. محض راهنمایی و آموزش های آنها بود که ما امروز از مارکتینگ پلان اتمی برخوردار هستیم و کنون در گروه های کاری خودمان آموزش ها می گذرانیم. انا امروز بینید که برای در شرکت اتمی فعالیت کردن با دختران و بانوان یگان محدودیت وجود ندارد. یعنی از شما تجربه کاری یا اینکه معلومات عالی طلب کرده نمی شود. هر کسی که خواهش دارد می تواند در گروه در شرکت اعضا شود و کارش را پیش برد. برای در شرکت اعضا شدن و با درآمد به دست آوردن ما باید گروه های کاری خودمان را تشکیل کنیم. انا امروز مایان گروه های کاری که داریم همه روزه در آنجا آموزش ها می گذرانیم، مصلحت می پرسیم از یکدیگر، در علاقه هستیم. یگانگی گروه های کاری این یکی از عامل های اساسی پیشرفت کاری ما است.